میگویند سلام علیکم برادر، من نماز بامداد رو بسیار وقت دیر میخوانم، تنبلی کرده در خواب میمانم، میخیزم که آفتاب علیکه برآمده است، بی از آن نیت کرده مثل دیگر نمازها نماز بامداد رو میخوانم. آیا این حکم قضا رو دارد یا ادا؟ الله خیرتون نصیب کند. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. البته این نماز قضا هست. وقتی که آفتاب که برآمد دیگه این ادا نیست. این وقتی که از شخص مومن یک مراتبه اگر صادر شد، روزی دراز با غم و غصه با دل سیاه روزش رو میگذراند که نمازم رو قضا کردم، توبه و استغفار میکند. خیلی نه که انسان هر روز بر دوام همین عمل را اجرا کند. ما در یک صحبت در این باره گناه کبیره و عظیم بودن قضا کردن نماز نواری داریم. خلاصه کلام این است که وقتی که نماز خفتن رو میخواهید به نماز بامداد آمادگی خیش را بگیرید. ساعت‌های آگاه کننده، شخصیت‌هایی که شما رو بیدار میکند، چند وسیله ها رو پیش گیرید تا اینکه نماز بامداد را در وقتش در جماعت ادا کنید. در حدیث ها ثابت شده است که چیزی که در معجم اوسط آمده است، نماز اگر بنده طهارت کند، مکمل و زیبا طهارت کند، نمازش را در وقتش در مسجد بخواند، برآمده دعا میکند که اللهم احفظه کما حفظنی، پروردگار این بنده ات را محافظت کن چه خیلی که این بنده مرا محافظت کرد. و اگر به طهارت ها اهمیت ندهد و به نماز اهمیت ندهد، حتی نمازها را از وقتش گذرانیده خواند، بعد نماز شکایت میکند پروردگار ضیعه کما ضیعنی، پروردگار این بنده را ضایع کن چطوری که مرا ضایع کرد. چه خیلی که به نماز بی اهمیتی کرد، نماز را به چندمین درجه گذاشت، خواب خود، مال خود، فرزند خود، کار خود را از نماز مقدم دانست، تو هم این را ضایع کن. پروردگار گفته نماز در حق نمازگزار دعایی بد میکند، پس چی باشد حال آنهایی که عموما نماز نمیخوانند؟ الله المستعان.